با عرض سلام و درود خدمت دوستان و همراهان عزیز. اینجا ما 9 تا اینورتر دارم که با شبکه RS 485 با اکران یعنی ارتباط دارن. خب یه مشکلی اساسی که در شبکه RS 485 هست، یعنی مشکلی که از بین همین اینورترها خب یک توی اون از کار میافتد که یکان حالت صدمه‌ای میشود و اون باید که در حال خب همه اینا خاموش کنند. فقط از اون جهت که اینا شبکه‌ای هستن، یعنی شبکه RS 485 به نوبت خب همون سیگنال وصل قطع میده، یعنی یگان وقت زمان میگیره که مثلا همه اینا به نوبت خب وصل قطع شوند. برای همین دائما در جایی که حساس هست از یک نوع کلیدهای اضطراری یا که همون آورین استوپو یعنی استفاده میکنه. خب یعنی از همین گونه من اینا اینجا با این رلی وصل کرده هستم، فقط برای که به شما نشون دیم که در حقیقت ما یک رلی اینجا گذاشتیم، کل همین اینورتر را در حال چی میکنیم وقتی که یگان مشکلی میشود در حال قطع میکنه. خب میریم ما همه اینا رو وصل میکنیم، یک تا همه اینورتر رو وصل میکنیم. شما توجه داشته باشید با همون بسامدی که اینا دارم، چسته که همینا دارم، ببینید 14 15 16 همین گونه همشون یک بسامدی خاص دارن. خب من میرم از فرض کنیم حالت اضطراری شد، یعنی حالت اضطراری شد من همین کلید وصل کردم در شیت، یعنی اولین استاپ من پخش میکنم وصل میکنم. ببینید همش رفتن روی نول در حال. خب نو واسه از شبکه که شبکه با اون چی میگه که شما بیاین استاپ شین، خب بسامت ای وصل کنین، خب همشون رفتن روی استاپ، دیدین کاملا رفتن روی استاپ. یعنی این هست همون حالت اساسی که صدمه که شما حتما باید در وقتی که شبکه دارید با استفاده از یگان نقشه نوابسته از PLC و شبکه شما یک استاپ داشته باشید که مثال همین چیزی شما استاپ شود. خب اینو من اینجا بر میدارم، بینید گشته همشون به همون بسامدی که داشتن برگشتن. خب حاضر یک چیز اینجا اثبات میکنم. خب بینید من این حاضر راه اندازی میکنم، اخیرانه این وصله، یعنی این وصل شد. خب فرض کنیم یک مشکلی در کابل این با وجود آمد، یعنی از شبکه بیرون. برای که ما تنظیماتی که در روی این داشتیم تنظیمات شبکه شما نگیم، مگر وقتی که یگان مشکلی با این شد شما چی کنید؟ شما یگان کار انجام ندید، چون که اینجا 9 تا یا 8 تا دیگر باید که کار کنند. خب ببینید در اکران هم اینجا گفت که از شما 12 که آدرسی که شما دارید از شبکه بیرون است. ببینید من اینا از اینجا هر قدر که اگر میخوام استاپم کنم، فرض کنید که شما موتور در اونجا کار کرده است، شما هر قدر که استاپ میکنید این از شبکه بیرون است، این از شما استاپ نمیشد. برای همین این کلید نیاز است که ببینید من اینو با استفاده از کلید نو بس همین اکرانای چیمی که من داشتم اومدم و استاپش کردم. خب اینو میزنم، ببینید از اکرانم ایروری که از من داشت رفت گم شد. این از اینجا میزنم تمام استاپ شد. یعنی همین گونه حمایه حتما باید که باشد در شبکه که در شیتی که شما از شبکه RS 485 خصوصا برای همین خب اینورترها یعنی چسبندگی‌ها استفاده میکنید. خب کانتاکتورهایی که ما اونجا داریم خب یگان مشکلی ندارد. شما وقتی که از اکران میتونید اونو به یگان شبکه که نیستن خاموشی کنید، خاموش میشه، یگان مشکلی نیست. اما این گونه اینورتر چسبندگی‌ها اینا یک مشکلی دارن وقتی در شبکه میروند واسه با تنظیماتی که شما انجام دادید. خب میشود که این هم مثال تنظیمات من میمونم که وقتی که یگان مشکل در شبکه تو ایجاد شد برای استاپ کن، یعنی از شبکه خارج میشد، این دوش اتوماتیک خارج میشد. ما اینم برای خاطر اون که حتما با دل پوب از حمایت استفاده کنید. خب اینم یک بار دیگر راهی که ما میخواهیم.